بسیار تشکر از شما و همکاران شما. من در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به دنیا آمدم. درس های ابتدایی رم در جاغوری خواندم. در سالهای جنگ مثل که شمار زیاد از هموطنان ما آواره شد، ما هم مسیر آوارگیر در پیش گرفتم. ولی پس از سقوط طالبان من به کابل آمدم و کارهای فرهنگی را از روزنامه نگاری شروع کردم. مدت 3 سال با این سخنگوی رئیس جمهور بودم و فعلا به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور در امور فرهنگی کار میکنم. کابل همیشه برای من یک رویا بود از کودکی و همیشه آرزو داشتم یک روز کابل ببینم و وقتی در قریه و زادگاه ما یک دوست و فامیل ما از کابل می آمد، من احساس میکردم که اینا شخصیت های متفاوتی دارن، تربیت متفاوتی دارن و یک فرهنگ متفاوتی دارن. با خاطر همیشه کابل برای ما رویا بود و در سالهایی که کابل از زمین و آسمان بالایشان مرمی میبارید و من خبرهای کابل تعقیب میکردم. کابل اصلا ندیده بودم ولی تمام نام کوچه و سرک و چوکش از بس خبرها تعقیب میکردم در حافظم بود. و وقتی اولین بار بعد سقوط طالبان به کابل آمدم، یعنی هر جایی که از یک درباره تاکسی سوال میکردم کجاست، یاد یک خبر جنگ به ذهن ما می آمد. اگه میگفت کت سنگی یا دمزنگ یا سیلو مرکز شهر، هر جای خاطره خبری هم به ذهن ما می آمد که چون ما بیشتر خبرش از طریق رسانه‌های بی بی سی و دیگه تعقیب میکردم. ولی امروز شما میبینید که کابل تغییر یافته، تحول پیدا کرده، شور و شوق، جنب و جوش است، ساز و سرود است. بچه ها مکتب میره، زنها به وظیفه میرن، رسانه ها فعال هستند و امید در کابل در چهره هر هموطن دیده میشه. هرچند که هنوز هم ما در شهر کابل شهید میدیم، زخمی میدیم، مشکلات هست، ولی در این حال کابل بدل شده به یک شهر پر از امید و سبز و زیبا. کابل پایتخت کشور است. تاثیرات سیاست و فرهنگ و رفتارهای فرهنگی، مسائل اجتماعی، اقتصاد بدون شک که آنچه که در کابل اتفاق میافتد بالای همه شهروندان افغانستان اثر مستقیم داره. ولی کابل تفاوت‌های خاص خود داره، چون نبض سیاست در پایتخت هست، تحولات عظیم در پایتخت اتفاق میفته، کارهای مهم در پایتخت هست. طبیعی است که یک حالت متن حاشیه داره. کسی که در پایتخت است در متن است، هرچند که کل شهرهای ما حالت متن داره، ولی از لحاظ سیاسی و از لحاظ بعض موضوعات دیگر بودن در کابل بودن در متن و نبض سیاست است. و خود ما هم چون علاقه به سیاست داریم، دوست داریم که در ما متن سیاست باشه. ما امیدها و نویدهای زیادی را هم در افق کابل میبینیم. دارالامان زخمی امروز دوباره زخمش التیام میفته و از میان دود آتش قد بلند کرده و بدل شده به یک نماد امید. و امو رقم برنامه‌ای که رئیس جمهور داره که پلان شهر کابل در 6 جلد کتاب تنظیم شده و او به خیر عملی میشه که یک کمپلکس دارالامان هست. تهدیدهای اساسی برای کابل گذاشته میشه و ما امیدوار هستیم که کابل کودکان ما، نسل آینده ما کابل به مراتب متفاوت‌تر از کابل امروز ببینیم. خوب است که ما کابل به روایت شاعران خود هم یک بار به تصویر بکشیم. میگه مشک تازه میبارد ابر بهمن کابل، موج سبزه میکارد کو برزن کابل. یک کابل سرسبز و پر از درخت و پر از گل و گیاه و زیبایی بوده، ولی کابلی بوده که روزها در میان دود آتش بوده که قهار آسی او رو به تصویر میکشه. میگه کابل ای کابل، من تو را و بی کسی های تو را تصویر خواهم کرد. من تو را در چیغ های خیش گور خواهم کرد، گریه خواهم کرد. یعنی کابل
تاریخ های پر فراز و نشیبی داشته. کابل بوده که شاهان مختلف آرزو کردن که پایتخت در اینجا بیاره و به نماد و مرکز قدرت بدل کردن. کابلی بودن که بارها ویران شده و امروز یک اراده قوی در حکومت به وجود داره که دوباره کابل گذشته را که شاعرها بیشتر از 400 شاعر مطرح در مورد شعر گفته، او کابل احیا کنه. کابل به مثابه خانه هر افغان است، پایتخت یک کشور است، نماد عزت و غرور اقتدار هر افغان است. یعنی هر زخمی که بر کابل وارد میشه بر پیکر کل افغان ها وارد میشه. هر جای کابل آسیب میبینه پیکر کل افغان ها آسیب میبینه. به ما مقداری که کابل ما آرام ببینیم و مقتدر ببینیم و زیبا شود، به ما مقدار روح و روان کل افغان ها خوش میشه و شاد میشه. کابل نباید ما به جزیره های جداگانه تقسیم کنیم و شما میبینید که امروز ساخت و سازهای یا زندگی در کابل متاسفانه به دلایل وضعیت که در گذشته ها بوده از کابل جزیره های جداگانه ساختن. کابل باز تاکید میکنم که اما نماد اقتدار کل شهروندان ما هست، پایتخت کشور هست و خانه هر افغان هست و ما باید کوشش کنیم که پایتخت به نماد از فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز بدل کنیم و هر کسی که در کابل میایه از ولایات وقتی برمیگرده باید فرهنگ شهروندی و همزیستی مسالمت آمیز در کابل باید یاد بگیره، باید ببینه که در اینجا کس یک فرد از دید قوم و مذهب و سمت و زبانش در ارتباط نیست، بلکه به حیث شهروندان متمدن و با فرهنگ کابل با هم زندگی میکنن، با هم کار میکنن. به خاطر که واقعیتش هم همی است. اگر یک جای انتحار میشه در اونجا 10 نفر شهید و زخمی میشه، اونجا کس قوم و زبان و مذهبش نمیبینه، تکه های از اجساد که افتاده، از زخمی های که افتاده. همه شهروندان کابل است. اگر خدای نکرده یک وضعیت طبیعی یک سیل یا زلزله میشنی، همه ما آسیب میبینیم. اگر آلودگی هواست، همه ما تنفس میکنیم، همه ما آسیب میبینیم. و اگر باران است، همه ما از رحمت مستفید میشیم. بنابراین کابل باید به شهر که الگوی رفتاری از یک شهروندان افغان متمدن است باید بدل شود و رفتار هر شهروند و هر باشنده کابل باید برای کل ولایات افغانستان یک نمونه باشه.